فرقه زرتشتی رو که تبلیغ میکرد و شیعه و سنی رو میفرستاد مدافعین حرم کشته میشدن و زرتشتی‌ها رو فقط میگفت آشپزی کنید تو اتاقم، بهشون پست مقام میداد، وارد تلویزیونشون میکرد این پشت صحنه، این کشته شد. اگر کاش حاج قاسم بود، ولی هیچ کدوم ما نمیگیم که کاش امام زمانمون بود. اگر آقای ما بود، اگر الان میرسید دقیقا خوب بود. و بعد خود امام زمان بی فدا میگم حاج قاسم الان نیست. حاج قاسم که برق نمیگه من که هستم، که من صدا نمیزنی. همونش اسم میگم اگر حاج قاسم بود، اگر حاج قاسم شهید شد. همه دعوا سر اینه که اون نیاد. اینقدری که صهیونیست‌ها باور دارن که اون میاد، ما خودمون باور نداریم که اون میاد که میخوایم تو مسیر شرکت بکنیم. از دوستان از آقایون مسئولین که گله کردن که چرا این نامه رو داریم میخونیم، دلشون خوش نباشه، ما دوباره میخونیم. ایراد گرفتن، بعضیا تماس گرفتن که آقا دست بردار، شما که برمیداری خودش میره. اونایی که بهشون برخورده از نامه مولا ایراد بگیرن، صلوات بلند میخواد کنید. اگر زیادی هم حساسیت به خرج بدین، تمام عمرمو میذارم رو همین نامه کار میکنم. این هر جا برم این نامه رو میخونم. بازم بگو یا علی. راقب باشند همه اونایی که درباره ایشون صحبت میکنن، خصوصیات آقای شهید سلیمانی رو خصوصیات ماورایی نکنن. یه انسان زنده است که جلو ما داره حرکت میکنه، یک کلو تا هم بایم چی برسه. یعنی اینجور نباشه که تصور بشه که این یه جایگاه دست نیافتنی است. زرتشتی رو به قدرت رسون. چرا؟ چون خاتمی بچه کجاست؟ دین خاتمی چیه؟ زرتشتی. ترکیب تلویزیونی که در دبی این شاسکول هاشمی ما پیشنهاد دادن و موافقت نکردن، ترکیبی که بعدها من دوباره پیشنهاد دادن، بعدها اسمش شبکه منوتو، اون که من توف کردم تو خیابون، رئیس شبکه منوتو برداشت.